از انجیل مقدس عیسی مسیح، انجیل لوقا باب 13 از آیه اول تا آیه 5 برای شما قرائت خواهم کرد. و در آن وقت بعضی آمده عیسی را از جلیلیانی خبر دادند که پیلاطس خون ایشان را با قربانی‌های ایشان آمیخته بود. عیسی در جواب ایشان گفت: آیا گمان می‌برید که این جلیلیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه جلیل از این رو که چنین زحمات دیدند؟ نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. یا آن 18 نفری که برج در سلوان بر ایشان افتاده ایشان را هلاک کرد، گمان میبرید که از جمیع مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودند؟ هاشا، بلکه شما را میگویم که اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. لطفاً برای اینکه خداوند با قلب‌های ما صحبت بکند دعا بکنید. ای خداوند، از کلام تو خواندیم، ایمان داریم که کلام تو میتواند با ما صحبت بکند. خواهش میکنیم ای خداوند فکرهای ما را متوجه خودت بساز. در این لحظه انگشت خود را دراز بکن و به قسمتی که احتیاج داریم، قسمت حساس زندگی ما، لمس نما و ما را به طرف نجات خودت هدایت بکن. به خاطر عیسی مسیح آمین. عده زیادی که این روزها میخواهند به خداوند نزدیک بشوند و با او یک رابطه مصالحه آمیز برقرار بکنند، معمولا نمیدانند که از کجا باید شروع بکنند. خیلیا میگویند ما میخواهیم واقعا زندگی جدیدی را که خدا وعده داده است بیابیم، اما نمیدانیم چه کار باید بکنیم. اولین قدم چیست؟ بعضیا فکر میکنن اولین قدم این است که کارهای خوب انجام بدهند، یا زیارتها بروند، ریاضتها به خودشان بدهند، دعا و روزه بگیرند، یا عده‌ای فکر میکنن که باید شمع روشن بکنند، مراسم مختلف مذهبی انجام بدهند، قربانیها بکنند و وسایل مختلفی نظیر اینها. اما عزیزان، کلام خدا خیلی واضح اولین قدم نزدیکی ما را به طرف خدا نشان میدهد که بدون برداشتن اولین قدم ممکن نیست بشود قدم‌های دیگری را نیز برداشت. به عبارت دیگر بین زمین و آسمان یک نردبانی هست، یعنی بین مخلوق و خالق، و این نردبان پله‌هایی دارد که میتوان به وسیله این پله‌ها، یعنی برداشتن هر پله، به خدا نزدیکتر شد. اولین پله توبه نام دارد، یعنی شخصی که اولین پله را بر ندارد پله‌های دیگری را نیز نمیتواند بردارد. کلمه توبه در کلام خدا زیاد به کار برده شده است. فقط در عهد جدید 70 مرتبه درباره موضوع توبه اشاره شده است. ندای همه انبیای بزرگ در کتاب مقدس همین بود. تمام پیغمبران از موقعی که حضرت آدم و حوا سقوط کردند مردم را به طرف توبه هدایت می کردند. یحیی تعمید دهنده که آخرین پیغمبر قبل از مسیح بود و آمد تا راه را برای مسیح هموار بکند، پیغام او در یک جمله به این صورت خلاصه می شد: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. و مردم را تشویق می نمود که ثمرات شایسته حقیقی توبه را بیاورید. اولین موعظه‌ای که از عیسی مسیح در انجیل به خاطر داریم همین موضوع بود: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. مسیح موقعی که در سن 30 سالگی خدمت خود را شروع کرد، همه مردم منتظر بودند که وقتی او دهان خود را باز می کند با چه چیزی نظر دیگران را به طرف خود جلب خواهد کرد. موضوع توبه آنقدر اهمیت داشت که مسیح همین که دهان باز کرد درباره توبه موعظه نمود. شاگردان عیسی مسیح که همیشه عیسی مسیح را در زندگی خود سرمشق داشتند و سعی می‌کردند از همه قسمت‌های او نمونه بگیرند، باز هم پیغام خود را عوض نکردند. در روز پنتیکاست، موقعی که روح القدس بر تمام شاگردان که حدود 120 نفر از پیروان مسیح جمع شده بودند با هم ریخته شد،
و مردمی که در اطراف آنها بودند سخت تعجب کردند که چه اتفاقی افتاد. شاگردان بلند شدند و به آنها بشارتی درباره عیسی مسیح دادند. پتروس رسول درباره عیسی که برای نجات ما مرد و قیام کرد و الان نیز زنده است بشارت داد. بعد مردم شدیداً متأثر شدند و با اشتیاق تمام پرسیدند ما را چه باید کرد؟ چه بکنیم ای عزیزان که ما هم نجات بیابیم؟ جواب آنها این بود: توبه کنید، توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت و آرامش از حضور خداوند فرا برسد. همینطور پولس رسول که از بزرگترین رسولان عیسی مسیح بود، در تمام مسافرت‌های بشارتی که به نقاط مختلف کرد پیغام خود را عوض نکرد. مردم را به طرف توبه حقیقی و ایمان واقعی به سوی خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح هدایت می نمود. برای همه ما لازم هست که بدانیم موضوع توبه چرا اینقدر اهمیت دارد. چرا کلام خدا اینقدر درباره توبه اشاره می کند. چطور می شود توبه کرد؟ چه مراحل یا چه شرایط حقیقی برای توبه لازم است؟ کلام خدا به این سوال اینطور جواب می دهد: اولین قدم برای توبه حقیقی این است که ما پی به گناهکار بودن خودمان ببریم. این می شود گفت نصف قدم نجات ماست. یعنی ما تا این قدم را بر نداریم ممکن نیست بتوانیم موضوع توبه را انجام بدهیم. چون کلام خدا می گوید همه گناه کردند و همه از جلال خدا قاصرند. عادل نیست، حتی یک نفر هم نیست. باز نوشته شده است اگر ما بگوییم که گناه نداریم خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست. و اگر باز به ادعای خودمون ادامه بدیم کلام خدا را دروغگو می‌شماریم و به خدا می‌گوییم خداوندا تو نیز دروغ گفته‌ای که ما را گناهکار نامیدی. شاید عده خیلی زیادی امروز بگویند که من چه گناهانی کردم؟ من کارهای بد انجام ندادم، زنا نکردم، دزدی نکردم، قتل نکردم، آدم کشی ننمودم و 1001 کار کثیف دیگر را انجام ندادم. من سعی کردم همیشه آدم تر و تمیزی باشم از هر لحاظ. اما عزیزان این قضاوت ماست. وقتی در مقابل خدای قدوس قرار بگیریم او خودش را به ما نشان خواهد داد و خود ما را نیز به ما نشان خواهد داد. در کتاب مقدس می‌بینیم که مقدس‌ترین انبیا در مقابل خدا همین احساس را می‌کردند. حضرت اشعیا نبی در مقابل خدای قدوس خود را کاملا ناپاک دید. با وجود اینکه پیغمبر بزرگی بود اما به خود وای فرستاد و گفت وای بر من که هلاک شدم، زیرا که شخص ناپاک لب هستم و خدا را دیدم و پی به کثافت خود بردم. حضرت ایوب که او نیز یکی از انبیای بزرگ اصل خودش بود در آخرین باب کتاب خود متوجه ضعف‌های خود می شود و می گوید از خیشتن که راحت دارم، یعنی از خودم بدم میاد و در خاک و خاکستر توبه می کنم. پتروس رسول که از نزدیکان عیسی مسیح بود روزی در مقابل مسیح و قدوسیت او گناهکار بودن خود را دید و گفت دور شو از من ای مسیح، زیرا مردی گناهکار هستم. پولس رسول که او نیز یکی از بزرگترین رسولان عیسی مسیح بود خود را بزرگترین گناهکاران مینامد و میگوید وای بر من که خارج از نجات عیسی مسیح من چقدر شخص بدبختی هستم. عزیزان من و شما هم وقتی در مقابل خدای قدوس قرار بگیریم نمیتوانیم خود را تبرئه بکنیم. اما دومین قدم برای شخصی که میخواهد توبه کند بعد از اینکه فهمید که گناهکار است باید پشیمان بشود. امروز خیلیا قبول دارند که گناهکارند اما اصلا پشیمان نمیشوند، متأثر نیستند برای گناهانشان و خیلی هم راحت گناه میکنند. کتاب مقدس میفرماید غمی که از طرف خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات. یعنی ما قبل از توبه واقعا باید خود را ببینیم و با تأثیر کامل با غم حقیقی از گناهان خود توبه بکنیم. ممکن است اگر من بخواهم با نظر خودم به خود نگاه بکنم شخص خیلی خوبی خود را ببینم.
ممکن است اگر مردم با نظر خودشان منو نگاه بکنن طوری به نظر آنها جلوه بدهم که در نظر آنها نیز قابل تمجید باشم. ولی عزیزان، محک و سنجش ما این نیست که در نظر دیگران یا در نظر خودمان چطور هستیم. خدا نسبت به ما چطور نگاه میکند. محکی که خدا برای ما مقرر کرده است کلام اوست که همه ما این کلام را و دستورات او را شکسته ایم. من ممکن است کاری انجام بدهم که سعی کنم مردم را فریب بدهم. ممکن است یک قدم فراتر نیز بگذارم و کوشش کنم حتی خود را نیز فریب بدهم. اما عزیزان، حقیقت اینجاست که ما دیگر نمیتوانیم خدا را فریب بدهیم. او ما را خیلی بهتر از خودمان میشناسد. اگر اینجا یک لیوان آب تمیز داشته باشیم و بخواهیم با همین چشمای معمولی به آن نگاه بکنیم، هیچ چیز شاید توش نبینیم. ولی اگر همان آب معمولی را زیر میکروسکوپ بگذارید و بعد از داخل این دستگاه داخل آن را ببینیم، ممکن است حتی جانورانی ببینیم توش که دارن شنا میکنن. عزیزان، ما باید با نظر خدا به خود نگاه بکنیم. آن موقع ما هم به خود وای خواهیم فرستاد، گریه واقعی خواهیم کرد، متأثر خواهیم شد از درون و با پشیمانی تمام به سوی خدا رجوع خواهیم نمود. پتروس رسول وقتی عیسی مسیح را انکار کرد، کلام خدا میگوید به همین صورت توبه نمود، زار زار گریست و با تلخی تمام قلب خود را به حضور خدا ریخت و مسیح او را پذیرفت. اما باز پشیمانی نیست کافی نیست. یعنی ممکن است که عده‌ای حتی پشیمانم بشن، تحت تأثیر گناهان خود قرار بگیرن و با گریه اونو اعتراف بکنن، اما هنوزم که هنوز عوض نشده باشند. همینطور که در کلام خدا نمونه‌ای می‌بینیم از یهودای اسخریوطی که عیسی مسیح را به دشمنان تسلیم کرد و بعد پشیمان شد، اما خود را خفه نمود، توبه نکرد. عده زیادی هم ممکن است پشیمان بشوند اما روی پشیمانی فقط اکتفا بکنند. قدم دیگری نیز باید برداشت. سومین قدم برای توبه واقعی احساس عجز و ناتوانی است. یعنی ما باید از خود ناامید بشیم، بدانیم که با تمام اعمال و تلاش‌های انسانی قادر به آزادی خود از گناهان ما نیستیم. مسیح فرمود من تاک هستم و شما شاخه ها هستید. آن که در من میماند و من در او میمانم میتواند ثمر بیاورد، ولی خارج از من هیچ نمیتوانید کرد. کتاب مقدس میگوید تمامی مغز ما که مرکز استدلال و منطق ماست مریضه. تمامی دل ما که مرکز عواطف و احساسات ماست بیماره. از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، جراحت است، کوفتگی هست، زخم متعفن است در نزد خدا که نمیشه بخیه کرد، نمیشه با روغن آن را التیام داد و نه با هیچ وسیله دیگری میشه آن را شفا داد. ما سر تا پا در نزد خدا گناه هستیم. از کدوم یکی از گناهان بتوانیم آزاد بشیم؟ اسیر و برده گناهانمان میباشیم. به قول یک دانشمند معروفی میفرماید گناه گرد و غبار نیست که بتوان آن را تکان داد و بگیم که پاک شد، بلکه جوهری است که در تار و پود وجود ما رفته است. گناه چرک و کثافت نیست که بتونیم اونو شستشو بدیم و بگیم تمیز شد، بلکه فساد و میکروبی است که جزء خون ما شده است. گناه غده‌ای نیست که در یک قسمت از بدن ما در آمده باشد که بتونیم اونو ببریم و دورش بندازیم، بلکه حالت بیماری کلی است که سر تا سر وجود ما را در بر گرفته است. فرض کنید ما اینجا شخص سیاه‌پوستی را داریم. اگر تمام آبهای شهر را نیز روش بپاشیم، هرچه صابون عطار هست روی بدنش بمالیم، تمام دلاک‌های قوی هیکل او را ماساژ بدهند، باز هیچ قطعی از پوست سیاه او تبدیل به سفید نخواهد شد. برعکس هرچه تمیزتر بشود سیاهی او درخشانتر معلوم خواهد شد. گناه نیز به همین صورت می باشد، به ما چسبیده است. ما طبعاً از گناه به دنیا آمده ایم، گناه را به صورت ارثی از اجداد خود گرفته ایم و شخصاً نیز مرتکب گناه شده ایم.
تمام وجود ما، افکار ما، چشمان ما، گوشهای ما، تمام دستها و پاهای ما پر از گناهست. این دستها برای انجام کارهای شریر چالاک و این پاها برای رفتن به جاهای ناپاک روانند. عزیزان، از ما امیدی نیست. باید بدانیم که خود نمیتوانیم خود را نجات بدهیم. وقتی اون را فهمیدیم، آن وقت بیشتر میتوانیم به نجات خداوند امیدوار باشیم. اما نکته چهارم، بعد از اینکه این حقیقت را درک کردیم، باید اعتراف بکنیم. اعتراف خیلی مهم است. امروز ممکن است خیلی ها اعتراف میکنند، اما نه به طور خیلی جدی. منظور من از اعتراف به گناه، اعتراف خیلی سطحی یا اعتراف معمولی نیست. البته کلام خدا میفرماید اگر ما به گناهان خود اعتراف بکنیم، خدا امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک بسازد. اما غرض من از اعتراف این است که ما واقعاً به صورت شخصی اعتراف بکنیم، یعنی برای خودمان بگیریم، نه به طور جمع. نگوییم خداوندا گناهان ما را بیامرز، بلکه بگوییم خداوندا گناهان من را بیامرز، به من رحم کن. و تا آنجایی که ممکن است تک تک گناهانمان را نام ببریم. بعد چیز دیگری که لازم است به آن اعتراف بکنیم، به خداوند بودن مسیح. کلام خدا میگوید اگر به زبان خود عیسی مسیح خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان بیاری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. ما باید به زبان خود حقیقت آمدن عیسی مسیح را به این جهان، حقیقت مرگ عیسی مسیح را برای گناهانمان و زنده بودن او را، نجات دهنده بودن او را اعتراف بکنیم و بگیم ای مسیح، من قبول میکنم که برای من تمام اینها را متحمل شدی. و اگر چنانچه نسبت به دیگران مرتکب گناهانی شدیم، باید سعی کنیم به دیگران نیز اعتراف بکنیم و رابطه مصالحه آمیز را نه تنها با خدا برقرار کنیم، بلکه با هم نوعان خودمان نیز به همین صورت باشیم. اما هنوز اعتراف نیز کافی نیست. یعنی ممکن است کسی پی به گناهان خود ببرد، پشیمان نیز بشود، احساس بکند که خودش نیز نمیتواند خود را نجات بدهد، اعتراف نیز بکند، اما هنوز توبه واقعی نکرده باشد. لازم است قدم دیگری برداشت، چون فقط با اعتراف انسان عوض نمیشه. اعتراف لازم هست اما کافی نیست. باید تصمیم قطعی گرفت. این پنجمین قدم است، تصمیم قطعی برای ترک گناهان. کلام خدا می‌فرماید هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار یا موفق نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. عزیزان، ما باید کاملا عقب گرد بکنیم. اگر بخوایم توبه را در یک کلمه تعریف بکنیم، یعنی ترک کردن گناه و نتایج وخیم و عواقب زشتی که گناه همراه خود دارد. مفهوم توبه به طور کلی یعنی عوض شدن، بازگشت به طور کامل، یعنی از گناه روگردان شویم، نسبت به گناه عقب گرد کنیم و مخالف جهت گناه و ضمایم آن قدم بزنیم. فرق بزرگ توبه مسیحیت با ادیان دیگر در همین است. همه ادیان دنیا میگویند که باید توبه کرد، مسیحیت نیز همین را میگوید. اما چه فرقی هست بین توبه مسیحیت با ادیان دیگر؟ فرقش در این است که در توبه‌ای که ما به طرف عیسی مسیح میکنیم، انسان عوض میشود. وگرنه امروز خیلی هر روز مرتکب گناه میشوند ولی هیچ وقتم عوض نمیشوند، با وجود اینکه توبه هم میکنند. هر روز پشیمان میشوند، هر روز به سر خودشان میکوبند و میگویند خداوندا بر ما رحم بکن، اما هنوزم همان اشخاص سابقند. اما وقتی کسی به طور کامل تصمیم میگیرد که ترک کند گناهان سابق خود را، خداوند به او این قدرت را میدهد که از حیاتی که قبلا داشت، زندگی مرده خودش، بیرون بیاید و زندگی جدید را بیابد. عیسی مسیح پسر گم شده را برای ما مثل زد تا معنی توبه را برای ما روشن سازد. وقتی پسر گم شده توبه کرد، فقط ننشست و فقط برای گناهان خود غصه نخورد،
و کار منفی انجام نداد. او در جای خود میان آن خوراک خوکها باقی نماند. او بلند شد، اونجا را ترک کرد و در جهت مخالف قدم برداشت. او به جستجوی پدر خود پرداخت و در مقابل او فروتن شد و پاداش خود را به دست آورد. ما هم باید عزیزان همین قدم را برداریم، یعنی باید ترک کنیم آنچه را که قبلا بودیم و آن وقت خداوند ما را قبول خواهد کرد. اما بعد از اینکه تصمیم گرفتیم ترک کنیم، باید آخرین قدم را نیز برداریم. اینجا مرکز توبه است، یعنی باید تسلیم بشیم. ترک کردن هم تنها کافی نیست، بلکه تسلیم لازم است. به عنوان مثال فرض کنید شما به من میگویید که پیراهنتان را در بیاورید. من میگویم چرا؟ شما میگویید چون کثیف است، پاره است، نامناسب است، بهتون نمیاد و دلایل دیگر. من متقاعد میشوم که باید پیراهنم را در بیاورم و این کار را میکنم. بعد از شما میپرسم خب در عوض شما به من چه پیراهنی میدهید که مناسب باشد، تمیز باشد و به من بیاید؟ و شما قبلا حاضر کردید پیراهن بهتر را، اما به من میگویید به شرطی به شما خواهم داد که قبلا پیراهنی که داری در بیاری. وقتی ما حاضر میشیم، تصمیم میگیریم که ترک کنیم گناهانمان را، بعد خدا یک چیزی را میدهد که جای قبلی را پر میکند. به جای گناه با زشتیایی که ما از گناه همراه خودمان داشتیم، نجات را میابیم با ثمرات زیبا و قشنگی که نجات همراه خودش به ما هدیه میکند. خداوند عیسی مسیح نجات دهنده عزیز ما حاضر است که ما را وقتی به او تسلیم میشیم قبول بفرماید. او فرموده است هر که به جانب من آید من او را بیرون نخواهم کرد، او را خواهم پذیرفت، با آغوش باز ما را خواهد پذیرفت. اما بعد از اینکه ما توبه میکنیم چه اتفاقی میافتد؟ عیسی مسیح فرمود کسی که توبه نکند چه خواهد شد؟ او همینطور که خواندم برای شما میگوید اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. اما بعد از توبه چه میشود؟ کلام خدا میگوید در آسمان فرشتگان شادی میکنند. خدا خوشحال میشود به سبب توبه یک نفر، به سبب بازگشت کسی که به طور کامل به سوی خدا رجوع میکند. اسم شخصی که توبه میکند در دفتر حیات خدا نوشته میشود. خدا او را به عنوان فرزند خودش قبول میکند. او عضو سلطنتی خانواده خدا میشود. از تمام گناهان، از تمام عادات زشتی که اسیر آن هست آزاد میشود و زندگی پیروزمندی را شروع میکند. زندگی توأم با شادی و آرامش واقعی، حیات جاودانی را به دست میآورد، با خدا صلح میکند و خیلی برکات دیگری عزیزان که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه زبان خاکی بشر قادر به بیان عظمت آنهاست و نه فکر محدود انسان میتواند آن را در مغز خود بگنجاند. باید چشید. دعوت خدا از شما این است: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. خداوند از شما دعوت میکند توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت و آرامش از حضور خدا فرا برسد. دعوت خدا را رد نکنید چون برای شخص شماست. لطفاً دعا کنید. ای خداوند، ایمان داریم که تو با شخص ما حرف میزنی. خداوند، نمیخواهیم دعوت تو را رد بکنیم. ای خداوند، میدانیم که به تو احتیاج داریم. ما قادر نیستیم خود را عوض کنیم. قبول میکنیم که گناهکاریم، پشیمان هستیم برای آن. تصمیم میگیریم خداوندا که ترک کنیم گناهانمان را. اعتراف میکنیم و به تو تسلیم میشویم. خداوندا، ایمان داریم که تو ما را رد نخواهی کرد. به خاطر مسیح میطلبم. آمین.